ابیگایل ایدانی 4 ساله یکی از 17 گروگانی بود که روز یکشنبه از اسارت گروهی تندروی حماس آزاد شد. هنگام حمله تروریستان حماس روز 7 اکتبر مادر وی در پیش چشمش کشته شد. ابیگایل به سوی پدرش دوید و پدرش بدنش را برای نجات او سپر کرد و تیر خورد. آتش‌بسی 4 روزه میان حماس و اسرائیل از روز جمعه آغاز شده امروز پایان می‌یابد. حماس تاکنون از 240 گروگان 53 نفرش را آزاد کرده است. رئیس جمهور جو بایدن با تلاش‌های دیپلماتیکی که برای به دست آمدن آتش‌بس موقتی بین حماس و اسرائیل انجام شد روشنی انداخت. ما با رهبران قطر و مصر و اسرائیل در رابطه زیش بودیم. در این چند هفته اخیر برای رسیدن به آتش‌بس با هر یک آنها بارها صحبت داشتیم. حالا هر یک تبسم و اشک شادی که در چهره عائله‌های بالاخره به هم آمده می‌بینیم دلیل آن است که این تلاش‌ها ارزش داشتند و باید این کار را دوام داد. ولی جریان عافیت بخشی گروگان‌های آزاد شده طولانی خواهد بود. Physically, many of them are doing okay. وضع جسمانی اکثر آنها خوب است. از نگاه روانی برای عافیت بخشی آنها وقتی زیاد ضرور است. اسرائیل و کشورهای دیگر همه امکانیت‌ها را بر رفع آسیب روانی سفربر کرده‌اند. در چارچوب آتش‌بس اسرائیل هم 10 محبوس فلسطینی را آزاد کرد. به غزه مواد سوخت و کمک بشردوستانه وارد شد. ادامه آتش‌بس از دوام یافتن تبادل اسیران وابسته است. طور سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخیراً گفت وقت مهلت آتش‌بس انجام می‌یابد جنگ می‌کند و تا زمانی نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت. با این وجود امید هست که در نهایت حل دائمی برای انجام نزاع بین اسرائیل و حماس پیدا خواهد شد. تا زمانی که دولت مستقل فلسطین وجود ندارد در این منطقه صلح و امنیت نخواهد شد. در همین حال پاپ فرانسیس در واتیکان هم به ضرورت مذاکره برای حل نزاع تاکید و از رهایی گروه نوی گروگان‌ها استقبال کرد.